3 راهکار برای اینکه عینکت حین شنا بخار نکنه. سلام، من هلیام. به کانال یوتیوبم خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو 3 راهکار بهتون میگم که کمک میکنه عینکتون حین شنا بخار نکنه. سومی کمی چندشه ولی خب جوابه. ممنون میشم قبل از هر چیزی لایک و سابسکرایب کنید. روش اول استفاده از اسپری های ضد بخاره که میتونید از فروشگاه‌های تجهیزات شنا و غواصی تهیه کنید. روش استفادهش هم خیلی ساده است. 1 ساعت قبل از تمرین به 2 طرف عینکتون میزنید و اجازه میدید تا خوش بشه. روش دوم استفاده از شامپوه که من از شامپو بچه استفاده میکنم. چرا شامپو بچه؟ چون چشمو نمیسوزونه. نه شوخی کردم. از هر شامپویی میتونید استفاده کنید. فقط نکته‌ای که خیلی مهمه توی استفاده اینه که به هیچ وجه دست توی شیشه عینکتون نکشید. بعد از زدن مایع به هر 2 طرف عینکتون زیر فشار مستقیم آب بگیرید و اجازه بدین تا اون کفش بره، بعد میتونید استفاده کنید. روش آخرم استفاده از تف یا بزاق دهانه که خب اسمن خیلی چندشه ولی روشیه که خیلی جوابه و ما توی غواصی بسیار از این روش استفاده میکنیم. در واقع بزاق دهان این قابلیت رو داره که کمک میکنه عینک ما حین شنا یا ماسکای غواصیمون حین غواصی کردن بخار نکنه. حتی میتونم بگم از اون 2 روش دیگه بسیار جوابتره و نتیجه خیلی خوبی داره. ممنون که تا انتهای ویدیو تماشا کردین. خوشحال میشم اگه از این ویدیو خوشتون اومد و هر کدوم از این روش‌ها رو استفاده کردید و نتیجه داد تو کامنت ها بهم بگید و برای دوستاتونم ارسال کنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره.